چیرم برمو با بیناموز ما همه شدیم رسوا تو گیجی من داغون تو منگی من حیرون زه حلقه بیتت مرا مکن بیرون مبادا روزی بند دلت باشه مبادا یک شب اون کمرت تاشه با بیناموز ما ببین چیرم برمو با بیناموز ما همه شدیم رسوا حتما شنیدین که میگن بسیجی رفت تو مانور شرکت کرد اسیر دشمن فرضی شد. شاید اون موقع که این حرف رو برای اولین بار میزدن یک باری از طنز و شوخی هم داشت، ولی الان رژیم درب و داغون آخوندی اوضاعش بیریختر از این حرف هست و اینا درش واقعا واقعیت داره. یک نمونه مشخص از همین هفته خدمتون بگم. اول لطفاً این خبر تیویریش رو با هم ببینیم در مورد مانور جنگیشون که قرار بوده دشمنان برانداز رو بترسونه. کارایی سلاح‌های نیروی زمینی سپاه آزمایش می شود. سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم 8 گفت بکارگیری سیستم‌های جدید پهپادی هم از دیگر برنامه‌های امروز خواهد بود. سردار حمید سرخیلی گفت دیروز یک پهپاد دشمن هم در نقطه خارج از منطقه رزمایش رهگیری و به زمین نشانده شد. بله، پس این گوریل انگوری که به عنوان سخنگوی مانور معرفیش کردن گفت که یک پهپاد دشمن در خارج از منطقه مانور رهگیری و به زمین نشانده شد. هنوز به قول معروف تنین این هارت و پورت مفت ساکت نشده بود، تق قضیه در اومد. فردای اون روز مشخص شد که اینا تو مانورشون یک هواپیمای بدون سرنشین رو از خودشون به عنوان هواپیمای دشمن وارد کرده بودن. بعد همونو نشوندن هواپیما خودشونو. بعد تو اخبار شبکه اولشون با اهن و طلب تعریف میکنن که ما علاوه بر انجام مانور یک هواپیمای دشمن رو هم نشوندیم. حالا دیگه ببینید اونجا چه شلم شوربایی بوده که شطور با بارش که سهله، پهپاد با سکوی پرتابش گم میشده. واقعا اگر کسی باشه که از اقتدار نظام هنوز نترسیده باشه دیگه خیلی نامردیه. تو همین دستگاه اقتدار میگن یه بارم یه بسیجی بیسیم میزنه میگه آقا من 5 تا سرباز دشمن دستگیر کردم بیاین ببریدشون. میگن که خب خودت بیارشون دیگه. میگه نه شما باید بیاین، اینا نمیذارم من بیام. هاله وقت وید زدیه موتور رو روشن کن. بارو بزن قربونت خجالتم نده. خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. از همه دوستان عزیزی که با ارسال مطالب ما رو یاری میکنن، از جمله علیرضا افشارچی، علی نژادی، حسن هادی، علی آزاد، فریبرز ممتحن، روانبخش و ابوالفضل عزیز خیلی تشکر میکنیم. همینطور دوست گرامیمون سارا فراهانی ممنونیم به خاطر پشتیبانی فراتر از انتظاری که از خبر تو خبر انجام میدید. چند تا از عکس‌ها که فرستادم با هم ببینیم تا صحبت‌های دوست عزیز بعدی ABC رو بگم در مورد گرانی که نوشتن که کرایه تاکسی‌ها داره به سمتی میره که دیگه صرف نمی‌کنه بریم سر کار. همچنین با توجه به اینکه لبنیات هم هر روز گرونتر میشه، نوشتن که سوال اینه که گاوها مسئولن یا مسئولان گاون. دیوید مؤید تصاویری از دایناسور در حال انقراض جنتی فرستاده که گویا ریل آماده سازی هست برای روزهای سرنگونی نظام آخوندی. صالح شعر قشنگی تحت عنوان رکورد شکنی آخوندها فرستاده. صاحب حد و نصاب ظلم و بیدادیم ما، در نظام جهل و استحمار استادیم ما، میکنیم هم نوع خود را راهی جو زمین، در فضا میمون نسناسی فرستادیم ما. اعتباری کش برفتیم از ماه بهمن، ولی این چنین بی آبرو در ماه خردادیم ما. گرچه ساقط می شود طیاره های کهنمان، از مقوا خالق یک دانه پهپادیم ما. الی آخر. همینطور مجید ساعتچی عزیز هم شعر زیبایی در مورد انتخابات نمایشی آخوندا فرستاده. انتخابات دگر بار دگر در راه است، خلق را وعده پوچ و سر خرمن بدهید. گرگ را وعده میش و به خران وعده کاه، جوجه ها را الکی وعده ارزن بدهید.
همینجا بگم که این شعرهای طنز به علاوه شعرهای طنز زیبای حسن خان از کرج و فرید فهیمی رو در فیسبوک پیک شادی گذاشتیم که میتونین اونجا مراجعه بکنین. دوست خوب و جوان پیک شادی انوشا همطور ازت ممنونیم به خاطر مطالبی که فرستادی. به پدر و مادر و داداشم سلام برسون. داستان توسن هم که نوشته بودی بسیار جالب بود. انوشا نوشته که با این وضعیت سقوط قدرت خرید ریال بایستی کم کم 2 میدانی تمرین کنیم که بتونیم دنبال کامیون‌های یونیسف بودیم. البته مشخصه که شوخی کرده چون با آخوندها تا کمک‌های خارجی هم ملاخور میشن و مطمئن باعث بود که تا روزی که سرنگون نشدن کامیونی در کار نخواهد بود، کسی دنبالش بود. آماده ای؟ برو بریم. همه بالا ده بادو حالا ما تو مشکلی داری، تو با این فیست میری قوم عجب دلی داری، میشینی یا پی میکنی گریه زاری، شبا هم نمیخوابی تا سبی داری، تو سخنگو واسه هر زری داری، هر کی از راه میرسه بهت میگه دری بری، سه دلی تو مبتلا شدی به یه بیماری که داری میمیری و دیگه آخر کاری، بگو آخر تو به چیت میناسی، دست آخرت شده داری میبازی، بدو 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 برو پیل بازی تو درازی. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هیچکی از ما نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد. عکس عظما رو نگاه کن زیر کفشای همه، دوتا لنگاش رو هوا تو مایه زیر خمه، هی میگه میرم میجنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه، والا دوده والا دمه، شریعت مداریه. بابا بیا حالا آخه بلا نشو، بلا بگیری گری گوری وای خدا نگاه اما مشو، من میخوام بیام واسه دوست دارم تو بگی زمانشو، اگه داری خفه میشی میمیری یکی بکشه هوا کشو، تريد أن تصدر ولاية وای الفقيه. خدا ببین زبونشو، عظما میخواد چپ کنه واسه امامش تب کنه، بره مرقده امام اونجا رو مرتب کنه. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هیچکی عظما نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد. وقتی اونو توی راه بام میدیدیم یه چیزی گفت ما به ریشش خندیدیم، حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هیچکی از ما نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد.